Kime neyse kiye? Kime neyse kiye? سلام علیکم همین باشه کیه کیمش نوزش یک آدم مشهوره یا آدم مشهوره کیمه گمی کیه دمجه عبدالرازق نه عبدالرازق ویس چشنیه نه یا از تاجیکستانه آدم میدونم آدمه همین دوشنبه کسی یافتش همین دوشنبه رقم های تلفن تا بنویس یا تمام بیا کیجه بیا یا یافته زیمان رنجیده ایه سلام علیکم. همین دوشنبه کدنه رقم تلفن تا بنویس زیمان رنجیده ایه نوی مرد میدان بگوشه سلام علیکم زیمان رنجیده اینه برادرها زیمان رنجیده را رسی آوردیم در یکترینبورگ پگاه اکادمی در یکترینبورگ بی چومچی نه مردک صاحب قرآن شی مستی اینه من چی بعد افیر زنگت بزنم دوشنبه به همین رقم 68 سی بهترین کار کرد یک تا قرآن سلام توفا علیکم گرفته هم اکای ما ثواب گرفت هم هم شما ثواب ثواب. هم البته نه سوالات باشن به همین زیمان رنجیده سوال جواب کنی این نام اساسیش زبیدالله یکی زیمان رنجیده وای در گفتیم زیمان رنجیده کی چی شیدم آزمون دا شعر خوندم کمی پاپولر میشی این زیمان رنجیده خرگوم کرده نه راستی آمده سلام بوش چی گپه همجا شتیم قطعه مهمون زنده باشه که زبیدالله این عریض برای قرآن نمیگو برای زبیدالله میگو اکه بابا جان همون آدم قابل جان کشتگی چند سالش دادن حال نامعلومه زبیدالله چی کار میکنی در روسیه ما سوالش رو جواب کی توچکه به توچکه پیرواد نکنم شد دورتا بگه کنال با تیک توک نیستم تستی جواب لبای زنده باشید سلامت باشید دوشنبه از دست دبره او فرایش کنین یا مهمانداری کنین مردمی سلامت باشید ما در یکترینبورگ یک 3-4 روز همینجا ایم نصیب بعد طرفی مسکو میریم انشالله چی برفتین تماشا اومدیم اکای بابا جان در کجا یکترینبورگ نویس улица Сирамолотова 14 улица Сирамолотова дом 14 Вечера очень холодно. Сегодня нормально. و علیکم السلام که شعر بخوان 26 градусов минус. ну все равно вы внутри не холодно да و علیکم السلام اکا حوزی وضعیت روسیه چی خیله یک است حویسانده نمیدونم روزگار من همه روز آمدم خودم سلام اخلاق شده و علیکم السلام یک کمرو بیام اینجا بدین کو время утром какое время опять 9 а кто первый من درباره قابلجان رو راستیگه بینه یک از حویسانده که ویدیو نکرد من ویدیو کردم راستیگه نماندم من شعر ایجاد کردم چند تا بلوگر گرام شعر ایجاد کرده من را قرائت کردم من در وصفیمو قابلجان یک تا شعر ایجاد کردم زیمان رنجیده برد نه یکه
اینجا هم مخلصم شعر بده چی میگم؟ همون شعر رو بخون میگم بخور شعر شوید ما هم وقتی تیم کمان زنده باشید سلامت باشید سیمن رنجیده ای زنده باشید اکای انصور سلامت باشید سلام علیکم و علیکم السلام رحمت شما خوبه نکه جین اخد سیمن رنجیده سیادی خموشیم یا سلام علیکم البته آمدیم که از حال غریبه خبر گوییم چه حال دارند در این وطنهای بیگانه اگه بابا جان یک از اویستانده که پگر رویم یک تشکیلی کنیم بچه های یکترینبورگ همین چی هنر داره صرف کنه این همین مهمون های تاجیکستان اومده ما در اول سیرامولا تا 14 ام دام جای پریسات که حالا بیای برادرو این همین اکا در خدمت شما هسته با حضور این نمبر بخوان چه میگه بخوان اکا بابا جان بگو زیمان رنجیده ای را مگر بچه شده است کو بگو زیمان یکتشو بخون این هم تا میقام بگو بتا زیمن رنجیده سیاد هوش من که خواهد شد کلید قلف لبهای خموش من که خواهد شد لب لعل خود از پرسیدن احوال من بستی حریفی سرمه آواز گوش من که خواهد شد یک از پیشتر اویستر بگوید که شعری که در وصف قابل جان ایجاد کردی همراه خان حاضر میخوانم انا بگو صد حیف که رفتی زی جهان صد حیف که رفتی زی برم قابل جان صد حیف که عمری تو جوان دادری جان در ملک غریبی به ناحق رفتی صد حیف که نادیده جهان دادری جان خداوند روحش شاد باشد و در حقش دعا میکنیم همه کس خداوند مشکل هر یکی ما و شما رو آسان کنه بیمارو را شفا بده آمین با چی میگی؟ با شما من میرنجه دیدی؟ نمیشه بگو زیمان نرنجده ایش نمیگه میگه باید نمود دیگه کرادیکو بعدی با زیمان رنجده با زیمان رنجیده را داخل برای چیز اینه نمیده اکه بابا جون در دوشنبه هست برای گرماریت یکم بله هست امو چیا ببینه امو کانال ام نبینه رکلام که به خدا خواب نو همین زیمان رنجیده ایمو دبر اومد به خدا خواب نو همین زیغ نشیده غریبی در نه ولی اوسپید نکره زیمان ترسیده ای زیمان ترسیده ای ترسیدنت آخر برای چیست تاجیکستان بیش انا جولاب کدمه در شهر یکترینبورگ پگا улица سیرامولو تا 14 بیای کلینیک اوغوزمید اس صغیر و من تاجیکم بیا انشالله همجا این از قطعی زیمان رنجیده میشینیم موهای سر تو نشون میتیم واریانت های خوب است بیا اشتراک کنید پکا است سلام بابا جان علیکم السلام و رحمت الله اکا فنتم سلامت باشی اینا هزار رحمت کنم اینا برادرم امروز باعث افتخار است واقعا که این خیلی برادرای تاجیک ما در ملک غریبی هم تا آبرو و احترام خاصه دارم به مانند یکی بابا جان ما از وطن به دل پر میاییم و باوری داریم دلمون پره که یک سرپناه هست اونجا ده خداوند همه شما رو به مراد و مقصدتان برسانه بیمارا را شفا بده پروردگار کریم و ساق سالمند همه تان به نزد عائله و پدر و مادر خودتان برگردیم باور که من امروز در ایرپورت خود به خود گفتم که آفرین همین غریبا بابا
حکایتی به خدا. بله. برادر مسئله او با عروسی گپ زدم پروت فیروس کفشین و دیگرش یعنی از درد درم بود. باید وقتی که حالتی که برای میلاد بود حالت دردی برای تمام تاجیک بود والله این لیتسامری پدنواتی شیطانی میشه که ما خب میکردیم بگذار ما را دیپارتاسیا کنن بگذار نابود میکنن رزاق الله رزق گریف جا نمیگیره با هم خاطر خب کردن در کار زی حالت ها با هم خاطر زیمن رنجیده رنجیدن داخل برای چی حیفی جوانو که در غریبی عمر میگذارن. بله اکا بابا جون من در شهر یکترینبورگ همراه این برادر چند روز در همینجا هستیم بچه های یکترینبورگ بیای ای پیش صحبت کنیم و هم خاطر اگر سکرین نباشد تشریف زیمن رنجیده کدام مقصد کتی باشد مقصد کار مقصد زندگی بابا جون روسیه برم بابا جون روسیه برم مهمانداری میکنی انشاءالله الحمدلله شیرینه زیمن ریده سلام علیکم سلام از ناحیه 5 علیکم سلام برادر عزیز نه این از برای خدا اومده یگان سومتا گرفتم یگان چی گفتگی هم نه اکا تا بیلیت هم همش از حسابی اکای بابا جان بود. من می از چمدان ما گرفتم آمدم سمالیو آدا ششتم آمدادم ما بیچاره چند ساعت مرا در فرودگاه جدت کرده. خداوند با انشالله خیر برکتم بتاکه بابا جون در وطن برکونی کار با کدام دولت رویم کار لفظ برادر همی هنر یاد بگیری زبان یاد بگیری برادر من هم پگاه بل دارم یگان کار هست بریم همین پتین داشته باشی در مسکو برادر کار لفظ ده در مسکو هم پتین داشته باشی کار لفظ بلاگری تاجیکستان تنکیدمان میکنن بیاین میگن ایرا دستگیری نکردن ژورنالیستی خوب باید وطن قدر میدونست گیجا آمدی خطر در همو تاجیکستان سستیانی تنج نمیکنی سلام چون نمیره الا تاجیکستان کار کنی بابا جان ما زندگیمو در همه جای ای 2011 در همه جاییم انشالله میریم سلام شو برتا تاجیکستان ده نه ما در چه برادر عزیز در شهر یکترینبورگ در کلینیک آغوزمید شیرینر کار میاوی به شرط پتن داشته باشه به پتن برادر کار نمیاوی شیرینر سلام نامی بچه های یاوان دهه پرچسای زمان رنجیده احتیاط کنین اکای بابا جون خواهش یک بار همی سخنش نمیگه زیمان رنجیده افیر زور میشود بیچاره هزی گفت یا بار دیگه بگو که آدم نو بسیار شید زیمان رنجیدنت آخر برای چیست مرا سنجیده بلند بگو یا نمیفهمانی برای چیست با تو دل دادم مسید ای محبوب دلخواهم به هر جای زیمان نالیدنت آخر برای چیست و صحرا می روم گل دسته بهری تو بینچینم نمیپرسی که این گل چیدنت آخر برای چیست زبیدی زاری تو جز تو ندارد هیچ محبوب ایزی گفتارت بگو ترسیدنت آخر برای چیست اینه با چی میگه شیرینه